به جای که بری تو صف نونوایی و نون فانتزی، بیا از این نونای خوشمزه یادت بدم که صبحانه برای خودت درستش کنی. خمیر مایه‌مو آماده میکنم میذارم کنار تا عمل بیاد. حالا توی ظرف همزنم تخم مرغ، شکر، روغن مایه، نمک و وانیلمو میریزم حدود 1 دقیقه هم میزنم. بعد از اون همزنم رو خاموش میکنم، سریع همزنم رو عوض میکنم. سریع خمیر زنم رو میذارم، کمی آب رو اضافه میکنم و آردم رو. الان دیگه خمیر مایم هم دیگه به عمل اومده، اضافهش میکنم. دستگاه رو روشن میکنم تا یک خمیر دلچسبی به دست بیاد مثل این. توی ظرف کف چرب میکنم و میذارم استراحت اولشو بکنه. بعد از استراحت میارم 2 قسمت میکنم، میذارمش روی صفحه صاف، استراحت دومش رو انجام بده. بعد از استراحت سینی فرمو میارم به حالت نون باگت 2 تا رول درست میکنم و میذارم میره استراحت سوم. بعد از استراحت روش رو رمال میکنم و میذارم داخل فر. بعد از که از فر در اومد، کمی که خنک شد به قطعه نون سوخاری میبرم و مجدد میذارمش توی فر. حتما این پست رو لایکش بکن ببین چه نون سوخاری شد.